شمار معلمان معترض در مقابل مجلس ارتجاع به بیش از 3000 نفر رسید. سرمقاله روزنامه حکومتی رسالت: دولت هزاران مدیر و نخبه را برکنار کرده است. مانور نظامی نیروهای واکنش سریع عربستان در غرب ریاض. با سلام. شمار معلمان تجمع کننده در مقابل مجلس ارتجاع تا ساعت 10:45 به بیش از 3000 نفر رسیده است. این جمعیت در شرایطی است که نیروهای سرکوبگر از صبح امروز با استقرار در محل تلاش می‌کردند مانع از شکل‌گیری تجمع معلمان شوند. به گزارش دریافتی، معلمان معترض تراکت‌ها و دست‌نوشته‌هایی حمل می‌کنند که روی آنها نوشته شده: میزنم فریاد هرچه بادا باد، وای از این طوفان، وای از این بیداد. رسول بداغی را آزاد کنید. معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است. آقای وزیر هشدار، ما خواهان استخدام مربیان پیش دبستانی، معلمین پیمانی و حق التدریسی هستیم. تحصیل رایگان و برابر حق همه فرزندان این ملت است. خصوصی سازی مدارس و کالایی شدن آموزش را متوقف کنید. روزنامه حکومتی رسالت در سرمقاله خود امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت به حذف و تسویه گسترده عناصر باند ولی فقیه توسط آخوند روحانی اعتراض کرد و نوشت: این روزها اگر کسی از کار برکنار می شود توسط دولت است. دولت تدبیر هزاران مدیر و نخبه را به دلیل اینکه در جناح خود نیست از کار برکنار کرده است. آیا رئیس جمهور به خود انتقادی روی آورده است؟ چه کسی یک قانون عام درست کرده به نام سوء ظن؟ مخاطب این سخن رئیس جمهور مجلس است. قانون را مجلس وضع می کند. مجلس کی و کجا قانون سوء ظن را تصویب کرده است؟ رسالت خطاب به آخوند روحانی افزود: می‌فرماید تجمیع قدرت در یک جا فساد است. اکنون قدرت اصلی در کشور با اختیارات وسیعی که دارد رئیس جمهور است. آیا این باعث فساد وی می شود؟ به گزارش تلویزیون العربیه 16 اردیبهشت 94، ریاض یاسین وزیر خارجه یمن از جامعه جهانی خواست به کمک مردم عدن که تحت محاصره وزیر حملات شبه نظامیان هستند برخیزند. وی گفت بیش از 50 تن در بمباران شبه نظامیان در یمن کشته شدند که تعداد بسیاری از آنها از زنان و کودکان و جوانان هستند. ما خواهان این هستیم که حقایق به سرعت روشن شود. ما خواهان برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت هستیم. همه جهان را به نجات مردم عدن فرا می‌خواند. شبه نظامیان هیچ کدام از بندهای قطعنامه شورای امنیت را اجرا نکردند. وزیر خارجه یمن تصریح کرد: عدن هیچگاه سقوط نخواهد کرد. عدن در پرتو پایداری مردم و جوانان و زنانش پایدار است. إنما تقوم به عصابات صالح والحوثي هي حرب إبادة واضحة بحق أبناء عدن وأهلها الصامدين الذين لم يعتدوا يوما على أحد. بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه آخوند روحانی روز چهارشنبه 16 اردیبهشت گفت هند از بابت واردات نفت 7 میلیارد یورو به ایران بدهکار است. هند دومین مشتری نفتی ایران بعد از چین است و به خاطر تحریم‌های نفتی و بانکی 45% از پول نفت ایران را با روپیه پرداخت می‌کند و بقیه را با یورو به حسابی در یک بانک داخلی در هند واریز می‌کند. رژیم ایران نمی‌تواند این پول‌ها را وصول کند و تنها می‌تواند مبالغی را برای خرید کالا از خود هند استفاده کند. سناتور کلی آیوت عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا روز چهارشنبه 16 اردیبهشت 94 گفت اطلاعات دریافتی ما از چارچوب توافق اتمی با رژیم ایران باعث نگرانی‌های جدی است، چرا که به این رژیم امکان می‌دهد تا با سرعت بیشتری در جهت دستیابی به بمب اتمی حرکت کند. سناتور آیوت بر بازرسی‌های سرزده نامحدود در سراسر ایران تاکید کرد و آن را حیاتی دانست. او خواهان پرداختن به موضوع حمایت رژیم ایران از تروریسم و همچنین برنامه موشک‌های بالستیک آن در این توافق گردید.
این بود در یک نگاه این ساعت. خدا نگهدار.